درود و مهر بیکران دارم خدمت اساتید ارجمند، سروران گرامی. بسیار خرسندم که فرصتی دست داد همراه شما باشم، از گلستان و گلزار ادب فارسی بگیم، از فرهنگ ایرانی بگیم. موضوع هم خانم دکتر فرهود گفتن عشق و کماله، اما اجازه بدید من یه مقدار مقدمه ایم، یه مقدار خارج از متن بگویم که شما خودتون اصحاب فرهنگ هم هستید، قطعا دست در فرهنگ هم دارید. به همین خاطر یه اشاره هم اونجا من خوش آمد هم بگم خدمت شما، هرچند که استاد بزرگوارم آقای دکتر یحیی خوش آمد رو گفتن و البته من کسب اجازه هم باید بکنم از حضورشون. من دیگه در حضور استادم اگه قرار باشه که حرف بزنم و خیلی از اساتید بزرگوار که دیگه فکر میکنم خیلی احصایی ادبه، ولی خب چون ایشون امر کردن من فقط اطاعت میکنم، اطاعت امر کردم که در حضور ایشون میتونم درس پس بدم. من این رو بگم که ادبیات فارسی، فرهنگ ایرانی به گفته بسیاری از مستشرقان بزرگ دنیا و خاورشناسان بزرگ دنیا بر تارک افتخارات ادبی جهان می‌درخشه. تنها ادبش هم نیست، ما به لحاظ علمی و دانشی هم فرهنگ و تمدن ما ویژه است. ما کمتر به دانش پرداختیم، یعنی بیشتر فکر کردیم ما فقط مملکت شعر و ادب هستیم و دیگه در دانش خیلی حرف برای گفتن نداریم. تاریخ علم دنیا رو وقتی می‌نگریم، وقتی کتاب تاریخ علم پزشکی دنیا رو وقتی می‌نگریم که یک نویسنده‌اش یک انگلیسی از سر الگوید این کتاب رو نوشته، می‌بینیم حداقل 40% دستاوردهای پزشکی جهان به تنهایی متعلق به ایران. این کتاب هست، موجود است، میتونن دوستان مراجعه بکنن ببینن چند درصد و چه جایگاهی پزشکی تاریخ پزشکی ما داشته. اینکه 800 سال کتاب‌های زکریای رازی و آثار ابن سینا در اروپا منشأ علم و دانش بوده، در خیلی وسخاییم در غرب این خودش نشون دهنده این جایگاهه. این کتاب ذخیره خوارزمشاهی بزرگترین فرهنگنامه پزشکی بوده، خودش این جایگاه رو برای ما کاملا میرسونه و نشون دهنده یه جایگاه پزشکیه. در علم اخترشناسی، تاریخ علم اخترشناسی جهان رو میخونیم، میبینیم نخستین ها مال ایرانی هاست، مخصوص ایرانی هاست و نخستین کنگره اخترشناسی جهان در ایران برگزار می شده و نخستین استریاب ها یا همون استرلاب ها هم مخصوص ایرانی ها بوده و ایرانی ها اینها رو کشف کرده بودن، دست یافته بودن و اتفاقا در شاهنامه هم به نخستین کنگره اخترشناسی جهان اشاره میشه. ز اخترشناسان هر کشوری، ز هر جا که بود نامور مهتری، بر کید رفتن کین جام کرد، به روز سپید و شب لاجورد، همه تب اختر نگه داشتن، فراوان بدین روز بگذاشتن. نخستین کنگره مشاوره و کمیسیون پزشکی هم در ایران آغاز میشه. پزشکان فرزانه گرد آمدن، همه یک به یک داستانها زدن. اگر قرار باشه از علم کشاورزی و قنات و آبیاری و اینها بگیم که خب خودش کتاب تاریخ علم جهان همه این بخش رو باز کامل مشخص کرده که برای نخستین بار اصلا سیستم آبیاری و سیستم کشاورزی ایران ویژه است. در شاهنامه داریم ها نمونه هاش رو. اگر امروزه ما میگوییم که پژوهشگران و مهندسین ما به این نتیجه رسیدن که آب دریای مازندران رو میتونن بیارن در کویر ایران و بهره وری بکنن، فردوسی 1000 سال پیش فکر اینو کرده بوده. بجویند زان آب دریا دری رسانند، رودی به هر کشوری چو بگشاد داننده، از آب بند یکی شهر فرمود بس سودمند. دقیق ترین مسائل اینکه فردوسی حکیمه دقیق ترین مسائل علمی هست و اینکه ما خیلی ها رو نمیشناسیم، علم خودمون رو نمیشناسیم. ما هنوز نخبگان دانشگاهی ما هنوز با عبدالرحمن صوفی رازی آشنا نیستن که کتاب صورالکواکبش 48 صورت فلکی رو مشخص کرده، رصد کرده و 1000 ستاره رو نام برده و به جهان معرفی کرده. کهکشان اندرومدیا رو به جهان معرفی کرده. کاشف کهکشان اندرومدیا عبدالرحمن صوفی، اما کمتر ایرانی حتی صورالکواکب رو خوانده. یک بار فقط در ایران چاپ شده این کتاب صورالکواکب. به این عظمتی که در اروپا 500 سال منشأ اخترشناسی بوده و بارها دانشمندان از اون نام بردن، ولی ما این کتاب رو نشناختیم. کتاب اعلاق النفیسه ابن رسته اصفهانی رو که نخستین کس است در جهان که فاصله بین زمین و مریخ رو محاسبه میکنه نشناختیم. این کتاب هم بسیار در اروپا مورد توجه بوده. سپاسگزارم. جامعه دانشگاهی ما هنوز ابوالوفای بوشگانی رو نشناخته که اینو اروپایی خودشون در آوردن. مارتین گاردنر امریکایی 3 بار مرد سال
ریاضی جهان شده. مارتین گاردر این مقاله ای داره که در اون مقاله میگه 12 تا از اولین های ریاضی که به نام دانشمندان اروپایی قلمداد شده، به نام ناتچیو، به نام خدمت شما عرض کنم که گالیله و بسیاری از بزرگان، نیوتن، به واقع ثبت شده، برای نخستین بار ابوالوفای بوژگانی اینها رو، از جمله شعاع دایره رو، از جمله ضلع سوم معکوس مثلثات رو، از جمله فاصله بین زمین و ما رو دقیق محاسبه کرده. به همین خاطر هم هست که سازمان هوافضای فرانسه به یونسکو پیشنهاد داد که یکی از 4 دهانه ماه رو به نام ابوالوفای بوژگانی نامگذاری کردن. کمتر وقتی میگیم بوژگانی، کمتر ایرانی میشناسه بوژگانی رو، و البته در فرهنگ مشاهیر جهان عرب اون رو به عنوان البوزجانی کردن، ب و ژ نداشتن، پ و گ و ژ رو نداشتن، الف و لام هم آوردن، البوزجانی، و شده جزء فرهنگ مشاهیر کشورهای عرب و جزء افتخارات اونا، در حالی که بوژگان یه بخشی در تربت جهان مثلا بخش بوژگان هست، مردم همچنان اون بوژگان رو میگن. ابوذر بوژگانی هم مال همونجاست، ابوالوفای بوژگانی هم از همونجاست، ولی ما کمتر کسی بود که برای نخستین بار خورشید گرفتگی رو به همراه ابوریحان بیرونی رصد کرد. ولی متاسفانه کمتر دانشگاهی ما، حتی کسایی که دانش‌های فنی رو میخونن، با اینها آشنا. من زمانی حالا به وزارت آموزش پرورش یک پیشنهادی دادم که میتونید در اول کتاب‌های درسی هر کدوم از پایه‌ها، کتاب‌های علومشون، کتابایی که حالا علمی‌تر هست، 3 خط 4 خط بیان اینا رو معرفی بکنید، بذارید گردن فرازی های ایرانی رو ببینن بچه‌های ما، نسل آینده ما ببینن این ریشه‌ای که این روزها ما نسل ما یک مقدار از خود بیگانه شده، یک مقدار دوران اصلا دوران گسست فرهنگی، این گسست‌های فرهنگی با اینها پر بشه. ولی خب متاسفانه خیلی پذیرفتن. در اون جلسه‌ای که حالا رفتیم صحبت کردیم استقبال هم شد، ولی عملی نشد دیگه. بعد از صحبت‌های ما فکر می‌کنم به تاریخ پیوست و تموم شد و دوستان فراموش کردن، در حالی که ما مکتوبش هم داده بودیم و میتونه هنوز هم جای این رو داره که در هر صفحه وقتی دانش آموز ما بدون نخستین کسی که ساعت مکانیکی رو 1450 سال پیش در دنیا به وجود آورد یک هرمز ساسانی ایرانی است، این خیلی افتخارات میتونه به وجود بیاره. نخستین حلقه های کیهانی رو کتاب بندهشن ایرانی به وجود آورده، خیلی مشخصه. نخستین کسی که میدونست که قاره امریکا وجود داره ابوریحان بیرونیه که در کتاب خودش میگه در آن سوی دنیا قطعاً خشکی دیگری به نام ربع مقاطر زمین هست که از روی همین اندیشه او هست. اینا رو هم غربی‌ها در آوردن، هیچ کدوم شما نمیگید. یعنی آنچه که در مورد ابوالوفای بوژگانی گفته میشه، آنچه که در مورد خوارزمی گفته شده، آنچه که در مورد خیام که بزرگتر بعد از 900 سال هنوز جهان نتونسته گاه شمار و تقویمی مستندتر و دقیقتر از آنچه که خیام بنیانش رو گذاشت پدید بیاره. متاسفانه این بخش رو نمیشناسیم و البته خب جایگاه علم و فرهنگ و ادب ما هم که ویژه است. ما در حماسه ها بزرگترین حماسه جهانی رو داریم. جالب اینه که ایلیاد و اودیسه و شاهنامه رو میگن 2 حماسه برتر جهان. از بین 11 حماسه رو که خود یونسکو تعیین کرده که مهابهارتا و لیان شامپو هست، گوگوریا هست، شبه جزیره کره هست، زیگفرید هست، تلماک هست، رولان هست، گیلگمش هست، ایلیاد و اودیسه و انیید هست. از بین این 11 تا ایلیاد و اودیسه و شاهنامه رو برترین حماسه‌های جهان میدونن و کافیه که ما فقط بنگریم. اگر واقعا من خیلی تلاش کردم از روی احساسات ملیم خیلی در قضاوتم راه به جای من رو منحرف نکنه، حداقل خردورزانه، آنچنان که شعار شاهنامه خردورزی است، خردورزانه بنگرم. آنچه که در فرهنگ یونان به واقع اصل اونها رو هم بپذیریم، آن جایی که مزیت و شاخصه داره بر شاهنامه و بر فرهنگ ایرانی اونها رو هم نام بردیم. ولی واقعا وقتی به آموزه‌های خردورزانه، آموزه‌های علمی انسانی شاهنامه میپردازیم با ایلیاد و اودیسه، واقعا قابل مقایسه نیست. واقعا قابل مقایسه نیست. خردورزی در شاهنامه بالغ بر 900 بار آمده، ولی شما در کل ایلیاد و اودیسه 2 بار هم واژه خرد رو نمیبینید. صلح و مهربانی که در شاهنامه آمده، بارها از صلح سخن گفته. فردوسی در دل جنگ ها فریاد میزنه مرا آشتی بهتر آید که جنگ، نباید گرفتن بدین کار تنگ. هم از آشتی کام مردم رواست، که نابود باد هر که او جنگ خواست. مسازید جنگ و مریزید خون، نباشید کس را به بد رهنمون. وگر جنگ جوید کسی با سپاه، دل کینه‌دارش نیاید برا.
ز خون ریختن دل بباید کشید، سر بیگناهان نباید برید. نه مردی بود چیره آشوفتن، به زیر اندر آورده را کوفتن. که هر کو به بیداد جوید نبرد، جگر خسته باز آید و روی زرد. گر از دشمنت بد رسد گر ز دوست، بد و نیک را داد دادن نکوست. شما تمام ایلیاد و اودیسه رو زیر و رو بکنید، 2 بار برمیخورید که برید به سمت نرمش و مهربانی، فقط اینا. در حالی که در شاهنامه صدها بیت در ستایش صلح و دوستیه. جنگ ها در شاهنامه هیچگاه از سوی ایرانی آغاز نمیشه. جنگ ها یا برای برپایی دادگری، یا برای دفاع از ایران، یا برای یاری ستم دیدگانه. هیچگاه آغازگر نه، و اگر جایی هم آغازگرن نکوهیده است. مثلا کیکاووس وقتی قصد حمله میکنه بلافاصله پهلوان ایرانی بهش نهیب میزنه: سپه را نباید بدان سو کشید، ز شاهان کسی این رای هرگز ندید. تو از خون چندین سر نامدار، ز بهر فزونی درختی مکار، که بار بلندیش نفرین بود. نه آیین شاهان پیشین بود. مهربانی های شاهنامه شما مهربانی به افزون کنید، ز دل کینه و آز بیرون کنید. شما ها که با داد و دانشورید، از آمیزش یکدیگر نگسلید. فردوسی فریاد میزنه: به جای اینکه صدای شمشیر رو بشنوم، دوست دارم صدای خنده ها و صدای جام های شما رو بشنوم. شما تیغ ها در نیام آورید، بر آیین شمشیر جام آورید. به جای خروش کمان نای و چنگ، بسازید بر باد بر بوی رنگ. از آن پس همه شادمانی کنید، ز بدها روان بیگمانی کنید. همه بدها رو بذارید کنار، شادمان باشید. به جای صدای کمان صدای خنده و صدای جام شما بیاد. این حرف شاهنامه است. مهرورزی های شاهنامه، دادگری شاهنامه، آیین فرمانروایی شاهنامه. 1000 و خورده سال پیش، 1000 سال پیش، فردوسی نخستین صندوق خدمات اجتماعی که امروز ما در دنیا داریم حرفش رو میزنیم، میگیم 100 ساله که حق صلیب سرخ و هلال احمر رو نمیدونم خدمت شما عرض کنم بهزیستی و اینا پدید آمده. فردوسی 1000 سال پیش اینا رو میگه وظیفه یک فرمانروا و یک دولت اینه که صندوقی داشته باشه، به سالخوردگان رسیدگی بکنه، به زنان سرپرست خانوار رسیدگی بکنه، به کودکان یتیم رسیدگی بکنه، به ورشکستگان رسیدگی بکنه، و همچنین به کسانی که تهیدستن اما اون رو راز دارن، همتشون اجازه نمیده، آبروشون اجازه نمیده که اون رو آشکار بکنن. و این صندوق رو به زیبایی هرچه تمامتر فردوسی میگه: همان نیست پیری که بیکار گشت، به چشم گرانمایگان خار گشت. دگر آن کرا چیز بود و بخرد، کنون مان با درد و با باد سرد. کسی را که وام است و دینار نیست، به بازارگانی کسش یار نیست. دگر کودکانی که بی مادرند، زنانی که بی شوی و بی چادرند. دگر آن کس آید به چیزی نیاز، ز هر کس همی داردن رنج راز. بر ایشان در گنج بسته مدار، ببخش و بترس از بد روزگار. درون فروماندگان شاد کن، ز روز فروماندگی یاد کن. به جز داد و نیکی مکن در جهان، پناه کهان باش و فر مهان. همان بندگان را مدارید خواه، که هستند هم بنده کردگار. به نزد کهان و به نزد مهان، به آزار موری نیرزد جهان. کنون گوش دل سوی درویش دار، غم کار او چون غم خویش دار. تمام ایلیاد اودیسه، تمام انئید رو بگردید، نمیتونید یک بیت پیدا کنید. واقعا یه پیدا نمیشه. این آموزه ها که میگه به هر جایگاه دیگه مرز نداره، دیگه مرز نیست که این هموطنه، این هر انسانی، دل هر انسانی رو، برای هر انسانی، رنج هر انسانی بر دل نازک فردوسی سنگینی میکنه. او نماینده فر و فرهنگ ماست، سخنگوی فر و فرهنگ ما فردوسی است. یعنی نتیجه همه تجربه حکومتداری و فرهنگ و آیین و اسطوره‌های ما در شاهنامه خلاصه شده و به نسل‌های آینده و به آیندگان داده میشه. او این فریاد رو میزنه که به هر جایگاه یار درویش باش، همین راد بر مردم خیش باش. دگر کودکانی که بین یتیم، جگر خسته و مانده بی زر و سیم، بر ایشان ببخشین همه خواسته، برافروز جان روان کاسته. اصلا پهلوانی و زور و قدرت در شاهنامه فقط در